خب من سورنا هستم، خوش اومدید به ویدیو ما. امروز 2 ترفند CMD داریم، ترمینالی برای CMD. خب زمانی که DIR یا همون دی رو می نویسیم و با همچین صفحه روبرو میشیم، یعنی چی؟ این دسته مثل LS تو لینوکس عمل میکنه، مثل لینوکس و کالی لینوکس میمونه و محتوای گوشه فعلی رو نشون. خب این بود اولین دستور که توش کد نویسی کنیم و اینا. میزنیم کد و یه اسپیس میزنیم و اسم فایلمون رو میگیم بهش، مثلا میزنم ai.py، پسوند پایتون رو مینویسیم و اینتر میزنیم و برای ما یک صفحه میاره که تو اون کد نویسی کنیم تو VC کد.